تو تنبل نیستی، بی اراده هم نیستی. تو فقط اسیر یه نقطه 2 میلیمتری توی مغزت شدی. یه بخش مخفی که وقتی فعال میشه مغزت رسما وارد فاز بی‌حسی مطلق میشه. افسردگی یعنی این که فیلم مورد علاقت، بازی دیشب، فکر کردن به اهدافت و رابطت برات هیچ حسی رو زنده نکنه. هیچ فرقی برات نداشته باشن. یه حس سنگین و خاکستری که مدام میگه تهش که چی؟ علم اعصاب میگه مقصر سناریو احساساتت نیستن. مقصر یه کلید فیزیکیه. بشناسیدش. قاتل شادی، هابنولا، ترمز اضطراری مغز شما. در حالت عادی وقتی یه کتاب جدید میخری یا رفیقتو میبینی سیگنال پاداش روشن میشه و دوپامین ترشح میکنی. اما وظیفه هابنولا چیه؟ اون مرکز سرخوردگیه. یعنی به محض اینکه یه اتفاق ناامید کننده میفته هابنولا مثل یه ناظم بد اخلاق میپره وسط، مسیر دوپامین رو میبنده و کل سیستم رو پلم میکنه. ترسناکترین جاش اینجاست. وقتی استرس طولانی بشه هابنولا اووردوز میکنه، روی حالت روشن قفل میشه و شبانه روز این 3 پیام رو توی سرت تکرار میکنه. اینجا هیچ چیز جدیدی نیست. هیچ اتفاقی قرار نیست خوشحالت کنه. پس اصلاً تکون نخور. اینجاست که دنیا برات قابل پیش بینی میشه. واسه همینه که مسافرت هم بری حالت عوض نمیشه. توی جشن تولدت هم باشی چیزی حس نمی کنی. چون مغزت جلو بلیت آینده رو سوزونده و باور کرده که دیگه هیچ اتفاق قشنگی منتظرت نیست. اما چطوری این ترمز رو رها کنیم؟ اشتباه نکن، قرار نیست یهو کوهو جابجا کنی. اولین نشونه خوب شدن یه بمب انگیزه نیست. بازگشت یه ذره خیلی کوچیک از کنجکاویه. همون لحظه‌ای که میگی بذار این کتاب باز کنم بخونم، بذار این ویدیو رو تا تهش ببینم. وقتی با قدمای کوچیک شروع میکنی به مغزت یاد میدی که هنوزم احتمال سورپرایز شدن وجود داره. سلامت روان یعنی همین. حفظ این ایمان که دنیا هنوز برگ‌های برنده‌ای داره که برات رو نکرده. قرار نیست بذاریم هابنولا برنده بشه. دکمه سابسکرایب رو بزن تا قدم به قدم این ماشین پیچیده توی سرمون رو با هم هک کنیم. تا هفته دیگه مراقب خودت باش.